آدم بعد از این ترانه بیاد از داعش بگه باز خیلی ناجوره، ولی اون تصویرها منو کلافه کرد. ولی به میمنت و مبارکی در حملاتی که دیروز انجام شد تعدادی از این حیوانات تلف شدن و بسیار حملات مؤثری بود. فیلمشو داریم که درست اون پایگاه هایی که داشتن، البغدادی هم فرار کرده رفته به سوریه، اونم گفتن شاید زخمی شده دوباره، ولی چند پایگاهشون رو نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا فرانسه کوبیدن و ویران کردن و تعداد زیادی از فرماندهاشون تلف شدن که الان میبینین تانکاشون و خودشون و آدماشون که در حال حرکت هستن چپ و راست اینا رو میزنن. و واقعا امیدوارم این غیرت جهانی خیلی وحشتناکه، یعنی تلخ در این چیزی که آدم شاهده که یک مش جانور بیمار، اون پسری که سر میبرید اینا شناساییش کردن تو انگلستان که از اهالی همینجا بود و این آدم در اینجا مدرسه رفت، در اینجا بزرگ شد، آقای محمد اموازی، و جلاد داعش سر بریده چند تا بچه که اینجا بزرگ شده مدرسه رفته. پدر و مادر فکر می‌کردن آدم 3 تا دختر پشتن 16 ساله رفتن تو سوریه، خدا میدونه چه بلایی بر سرشون خواهد آمد. و هر حال یکی از مسائل دردناک جهان ما همینه. یکی از دوستای من از عراق اومده بود، برای من تعریف میکرد، حالا این داعش که یک مصیبت بزرگ، تعریف میکرد از لیبرتی، از جایی که اعضای سازمان مجاهدین خلق بردن. میگفت راننده اونجا، آشپز اونجا، نگهبان اونجا، محافظ اونجا، دکتر اونجا، همشون از نوکرای نوری المالکی، از اون جماعت همون تشکیلات حزب الدعوه و نوکرای جمهوری اسلامی، و چه بلایی به سر این بچه ها میارن، چه ظلمی به اینا میکنن. آقای رجوی وقتی میپری تو استخر قصرت در اردن به فکر این بچه ها باش. سرکار خانم رئیس جمهور مقاومت وقتی جشن میگیرین تو فرانسه فیل هوا میکنید، به یاد این بچه ها باشید. اینا رو فریب دادید. 30 سال، 25 سال، 32 سال، 24 سال، 20 سال از بهترین سالهای عمرشون رو در امید واهی فردا میریم پس فردا. روزی که رجوی داشت این داستان اعلام حمله میکرد، فروغ جاویدان، مرصاد اونا میگن، آدم نگاش میکرد میگفت الان ناپلئون بوناپارت داره فرمان حمله رو میده، داره میره که میره اصلا نگاه کن که این داره میره بگیره. تموم شد، فرمان الله اکبر رو صادر کرد و این بچه ها رو به کشتن داد. اون همه رو اعدام کرد خمینی. بعد اینا تو اشرف چه بلایی سرشون اومد. پدر و مادر یه عده بلند شدن رفتن داد میزدن مزدور. پسر به مادرش میگفت مزدور، دختره به پدرش میگفت مزدور. بعدم آوردنشون تو لیبرتی. بابا جامعه بین‌المللی، شرافت جهانی، این 2000 اندی انسان، اینا انسان نیستن. خیلی ها اینا پناهنده بودن تو خارج، باید پناهندگیشون لغو بشه. شرافت بین‌المللی کجاست؟ اینا باید بیان بیرون، باید بیان از درداشون بگن، از فریب بگن، از دروغ‌هایی که مسعود رجوی و دار و دستش به اینا گفت. یک ذره وجدان بشری تکون نمیخوره. آدمای توشون متخصص هست، توشون دانشگاه دیده است، معلم هست، آدمایی که میتونستن زندگی داشته باشن، خانواده داشته باشن، فرزند داشته باشن، در جامعه مؤثر باشن، نه اینکه این گوشه عراق انداختنشون اونجا. آقای اوباما این معنای حقوق بشره؟ برای 2500 نفر جا پیدا نمی‌کنی. جا هم پیدا کردن 50 شون فرستادن آلبانی که نه زبونشو بلدن نه محیطشو باش آشنان. یک کشور استبداد زده بدبختی که 50 سال انور خوجه بدبختش کرد، بعد این مش دزد اومدن از همونا دزدیدن، ملت رو به گدایی کشوندن. حالا تازه بدبخت چی؟ دسته های مافیا تو ایتالیا و تو فرانسه و تو انگلیس درست کردن، فرستادنشون آلبانی. جا قحط بود، نمیشد مثلا اینا به فرانسه بیان، به انگلیس بیان، به آلمان برن، به هلند برن، به امریکا برن.
مگه امریکا تضمین نداده بود از جان اینا حفاظت کنه؟ چند نفرشونو همین آقای هادی العامری و حزب الله عراق و جیش المجاهدین رفتن کشتن، اصحاب اهل الحق رفتن کشتن. آقای بطاط که به جهنم واصل شد با افتخار میگفت ما رفتیم کشتیم. کسی نباید به فکر اینا باشه؟ پدر و مادرها که نشستن چشم انتظار که روزی بچهشون برگرده. آقای رجوی به اندازه لاجوردی جنایت کردی شما. و حالا خانمت جشن میگیره به مناسبت درگذشت آندرانیک پیام میده. شما واقعا آندرانیک رو دوست داشتی یا ازش سوء استفاده میخواستید بکنید؟ خیلی تر. اله بانوی نازنین داستانهایی برای من از اینا گفت، از دزدیدن گذرنامه‌اش، از سوء استفاده ها، از کارهای دیگه. میلرزیدم چرا اله اونجور ویران شده گفت میرم تو ایران میمیرم، بس که اینا بهش ظلم کردم. مرضیه خدا میدونه کوچکترین فرصتی که پیدا میکرد به من زنگ میزد، به جمشید چالنگی زنگ میزد، به احمد احرار زنگ میزد، یه جوری حرف میزد انگار داره با یک کس دیگه حرف میزنه. اون بانوی بزرگوار، اون چه بگویم راجبش، دیوای موسیقی ایران رو بگذاریم آدم یا منوچهر اون آخر. اگر اون رفیقمون نبود در آمریکا، منوچهر چه بگویم، عماد رام عزیز. به هر حال برگردیم.